این دختران از شهر فیروزکوه ولایت غور هستند که همراه به صدای درس از راه دور گوش می دهند. مهناز 2 سال باز می شود که از حق رفتن به مکتب محروم است. شاگرد مکتب سلطان رضای غوری بود. می گوید آموزش از راه دور و از رادیو ثمر می دهد، اما نه به اندازه درس در صنف مکتب. 2 سال میشه که دروازه مکتب روی ما بسته است. ما بسیار خوش هستیم که از طریق رادیو درس‌های مکتب گوش میگیریم. ما میخواهیم که در امسال دروازه مکتب روی دختران باز کنند. در سال جاری میخواهند امتحان کنکور. اینجا استودیوی رادیوی سرحد در ولایت غور است. رادیویی که از همینجا به دختران درس میگویند. رادیوی سرحد هفته‌وار 3 برنامه 1 ساعته از درس‌های ادبیات، ریاضی و دیگر علم‌های اجتماعی را برای دانش آموزان نشر می‌کند. تا زمانی که دخترای دانش آموز و دانشجو بتونن و مکاتب و دانشگاه ها برن و تحصیلات خود ادامه بدن، ما برنامه‌های آموزشی را از طریق رادیوی سرحد برای انداختیم به همکاری استادای دانشگاه و همچنان استادای مکاتب که از طریق امواج رادیوی ما پخش میشه و دخترای دانشجو و دانش آموز میتونن که در خانه هایشان رادیو را بشنوند. حق تعلیم مگیر، از معرفت دورم مکن، زنده. درس‌های رادیویی بخصوص برای دختران است که طالبان تحصیل آنها در مکتب را منع کردند. مسئولان طالبان در ولایت غور از کار رادیوی سرحد استقبال میکنند. از اقدام اینها رضایت هم داریم و این برای تمام مردم ولایت غور مفید هم است. هرچند حکومت خود آنها مانع تحصیل و کار زنان در افغانستان شده است. با ادامه این ممنوعیت‌های طالبان، شماری از رسانه‌ها از جمله بخشی دری رادیو آزادی برنامه‌های آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6 را آغاز کردند. ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف 6. درس‌هایی که دختران افغان مشتاقند در مکتب بخوانند. امروز شنبه است و در ساعت درسی